میدونستی پپسی برای تبدیل لوگوش از این به این چقدر هزینه کرده؟ 1,000,000 $. خیلی عجیبه نه؟ حالا به نظرت BBC برای تغییر این به این چقدر پول داده؟ 1,800,000 $. ناقابل. عمرن اگه تا حالا این لوگو رو دیده باشی. باورت میشه برای تغییرش به این 100,000,000 $. پرداخت کرده باشن؟ حالا عجیب ترش مونده. میتونی حدس بزنی طراحی لوگوی این شرکت چقدر براشون تموم شده؟ 1,280,000,000 $. همه شرکت‌های بزرگ حاضرن برای برندشون یه همچین مبالغی رو پرداخت کنن. ولی واقعا چرا؟ چون میدونن این یه سرمایه‌گذاری حرفه‌ایه، نه صرفاً هزینه. لوگو چیزی بیشتر از یک نماده. در واقع هویت و چهره برند شماست. پس خیلی مهمه که این کار اصولی و توسط یه تیم حرفه‌ای انجام بشه. شما چقدر حاضرید برای لوگوی برندتون سرمایه‌گذاری کنید؟